سلام دوستان، باز اومدیم با یک کلیپ جدید. سرقت مسلحانه زاهدان داخل آرایشگاه. فکر کنم ساعت کاریش هم تموم شده، در رو قفل کرده. در قالب یک مشتری این بیشرف ها وارد میشه، ولی یکیشون اسلحه در میاره، یکیش هم چاقو. خیلی راحت دوتا گوشی رو گرفتن. دوستان خیلی دزدا بیشرفن، خیلی، مخصوصا محدوده سیستان بلوچستان. سریع در میارن اسلحه میزنن، یعنی